گفتم که نمیخورم خولا نمیخورم زندگی همین گیر نمیخورم خولا. السلام علیکم. بابا ایشان آیا شوهر دادن به زوری درست است یا نه؟ شوهر دادن خانم ها به زوری درست است یا نه؟ نه درست نیست. وقتی که دختر به بلاغت میرسد سن 15-16 سالگی میرسد او آزاد است. او را اسلام به خود پر آزادی داده است. میخواهد برای شوهری خود برای همسر آینده خود کسی را انتخاب کند. اگر پدر و مادر مصلحت یکدیگر شود نور علی نور است. لیکن پدر و مادر دختر ناپرسیده به کسی شوهر تیند. اگر دختر راضی نباشد این نکاح نیست، این نکاح فاسد است، این زنا است. یک دختر پیش رسول اکرم آمد گفت یا رسول الله من پدرم به بچه عمکی من که او رو دوست نمیدارم مجبورا نکاح کرده داد است، من نمیخوام او را. رسول اکرم گفت شاید پدر سعادت تو رو میخواهد، آخر آدم خوب باشد. گفت نه یار من او رو دوست نمیدارم نمیخواهم. جناب پیغمبر فریاد کردن پدرش آوردن گفتن دختر به مجبوری شوهر دادی این راضی نیست، نکاحش فاسد است، این دختر آزاد از خودش کسی را گیرد. از این حدیث معلوم می شود که مجبورا شوهر دادن دختر در مذهب ما درست نیست. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زن مسلمانه وقتی که خواه دختر است و خواه بیوه آزاد است گفتند خودش کسی را خواهد. حتی به اجازه پدر و مادر دختر شوهر کند در مذهب حضرت محمد هم درست است. نفذ نکاح حرة مکلفة ولو من غیر کفو بالاولین فقهای ما میگن. بنابراین پدرای عزیز در باب شوهر دادن دختران خواهش میکنم مشورت کنید، رازگی دختر حاصل کنید، رازگی طرف داماد حاصل کنید. دو جانب رازگی باشد نور علی نور است. وقتی که میبینه دختر تا راضی نیست مجبورا او رو شوهر. این زندگی یک روز نیست، یک هفته نیست، یک ماه نیست، این یک عمر است. میشود یک شخصی را دوست نداری با وی زندگی کنی. بنابراین این دختر میخواهد وقتی من نمیگیرم پدرش او را حق مجبور کردن ندارد. اگر مجبورا نکاح کنند نکاحش فاسد است، نکاحش درست نیست.